زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان رسلان امامیارویچ لشکربیکوف سال تولدش 1989 با حکم دادگاه در دوشنبه به 10 سال زندان محکوم شده است. در این باره روز 27 اکتبر سال 2022 با استناد به یک منبع به نام در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان ژورنالیست انوره سرکورова که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع سرکورova دادگاه هنوز روز 28 سپتامبر دایر شده و رسلان لشکربیکوف بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 35 قسم 1 و ماده 182 قسم 2 در اشتراک در غصب بنا و حقوق‌نگار شناخته است. تفصیلات دیگری حکم و اینکه لشکربیکوف آیا کی و در کجا و کدام بنا را غصب کرده است دسترس نیست. رسلان لشکربیکوف زاده دهه رجیست نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان یک منطقه مختار در شرق تاجیکستان است. انوره سرکورova خبر داد که رسلان لشکربیکوف 2 آگوست سال 2022 در شهر مسکو روسیه دستگیر شده بود. هنگام بازداشتش او از تریزه قوت دوم بنا خود را پرتافته ولی 3 کارمند مقامات حفظ حقوق روسیه که او را در پایان بنا میپوییدند لشکربیکوف را دستگیر کردند. می نویسد سرکورova مقامات روسیه او را خیلی زود به جانب تاجیکستان سپاریدند و لکه روز 4 آگوست لشکربیکوف را از مسکو به دوشنبه آورده در سزا محکم کردند. کسی از خویشاوندانش را نه درباره استرداد رسلان لشکربیکوف به دوشنبه و نه درباره اتهامات به ضدش اعلان شده خبردار نکردند. تفتیشات و مرافعه دادگاهی او پشت درهای بسته بدون اشتراک ادوکات دایر شده است. خبر می‌دهد سرکورova مقامات تاجیکستان تا کنون در مورد استرداد و حکم لشکربیکوف یگان تفصیلات ندادند. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه مسلح سرکوب کردند. در نتیجه 10 نفر کشته شده. درباره بازداشت بیش از 200 زاده بدخشان در این ولایت و بیرون از آن خبرها به دست رسیدند. در نتیجه 10 نفر کشته شده. درباره بازداشت بیش از 200 زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در این ولایت و بیرون از آن خبرها به دست رسیدند. بیش از 20 زاده بدخشان اساساً رهبران و فعالان جمعیت پامیری ها را از روسیه دستگیر کرده آوردند. داستان کل تاجیکستان در اول ماه اکتبر هلاکت 32 نفر از جمله 29 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را در جریان حادثه های ماه می و ایون سال جاری تصدیق کرد و گفت پرونده های 109 ساکن این منطقه به دادگاه رفته 77 نفر علیه محکوم شدند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو و کشتار تظاهرگران آسایشته در جریان سرکوب اعتراضهای ماه می در بام جهان عیبدار می‌کنند.